دوستان به کانال بستلند خوش اومدید. با یه آموزش ویدیویی جدید و یه ترفند جدید با شما همراهیم. با این آموزش ترفند میتونید اعضای یک گروه تلگرام رو به ممبرهای خودتون اضافه کنید و ممبر بگید. این آموزش با پایتون و در محیط ویندوز است که بدون حتی یه خط کد نویسی میتونید این کار رو انجام بدید که یکم عجیبه اما امکانش هست. این آموزش یه جورایی ساخت ربات فوق قوی که حتی از اونایی هم که میرید پول میدید و براتون ممبر اضافه میکنن قوی تره. چراشو بعدا بهتون توضیح میدم. این آموزش گام به گام هست و قدم به قدم با هم پیش میریم از 0 تا 100. مزایای این روش چیه؟ اینه که ممبری که میزنید کاملا واقعیه. ممبرهای فعال اضافه کنید و موردی که از همه مهمتر هست اینه که ممبرهای تخصصی اضافه کنید. مثلا یعنی چی؟ یعنی اگر شما کارتون فرضاً آشپزی هست میرید و تخصصاً ممبرهای آشپزی اضافه کنید. خب این آموزش 3 تا نکته داره دوست. نکته اولی که این ترفند این ربات ممبر اضافه کردن هیچ جا نیست دوست. اگرم باشه فیکه و یا کار نمیکنه و یا به قیمت زیادی به شما میفروشه. برای اولین بار توسط تیم بستلند پابلیک شد. دومین نکته این که دوستان اگر دسترسی به ویندوز ندارید یا کار با کامپیوتر رو بلد نیستید، افزایش ممبر با گوشی موبایل هم داخل کانال هست، میتونید از اون روش استفاده کنید که من لینکش رو واسهتون بالا قرار میدم. ولی در کل چون این روش با پایتون هست از اون روش قبلیه قوی تره و میتونید ممبرهای بیشتری رو اضافه کنید. نکته دوستان برای این آموزش به چند تا فایل نیاز دارید که من فایل ها رو داخل کانال تلگرام قرار میدم. لینک سایت هست که اون رو کپی میکنید، مرورگر خودتون رو باز میکنید، آدرس رو وارد میکنید، وارد سایت بشید. سایت گیت هاب هست که بعضیاتون با اون آشنایی دارید. یه ربات فوق‌العاده قدرتمند هست، ورژن 1.1 هست و یه سری توضیحاتی که گفته شده، نحوه نصبش، چیزهایی که لازم داره برای نصبش و مراحل نصب رو خودش اینجا کامل توضیح داد. ما میایم از قسمت کد رو میزنیم و از قسمت آخر روی دانلود زیپ کلیک میکنیم. صبر میکنیم تا فایل دانلود بشه. حجم زیادی هم نداره. وقتی فایل دانلود شد اون رو به دسکتاپ انتقال میدیم. حالا فایل رو از حالت فشرده خارج میکنیم. فایل از حالت فشرده خارج. گوشه رو بازش میکنیم. خب محتویات داخل پوشه رو به پوشه قبلی انتقال میدیم. برای شما هم دقیقاً باید همین تعداد فولدر وجود داشته باشه. داخل این پوشه یه فایل تکست وجود داره به اسم how to use که اگه ما داخل این فایل تکست بریم بازش بکنیم نحوه کار کردن باش کامل توضیح داده شده. شما زیاد خودتون رو گیج نکنید، ما زیاد با این کار نداریم.
یه فایل تکست دیگه وجود داره به نام ریکوست. فایل هایی که به عنوان پیش نیاز این برنامه لازم هست رو به ما گفته که قبل از نصب باید اینها رو نصب کنیم. همه اینا رو داخل یک پوشه توی تلگرام براتون قرار میدیم. توی گام بعدی ما باید پایتون رو نصب بکنیم. برای نصبش توی مرورگر خودمون کلمه پایتون دانلود رو تایپ میکنیم و وارد سایت python.org میشیم. وارد سایت python.org که شدیم، آخرین ورژن پایتون رو واسه دانلود برای ما میاد. اینجا نوشته download the last version for Windows. در حال حاضر پایتون 3.10.5 آخرین ورژنی است که پایتون ارائه داده. روی اون کلیک میکنیم و اون رو دانلود میکنیم. حدوداً 27 مگابایت بعد از که دانلود شد اونو کاتش میکنیم و روی دسکتاپ میذاریم. خب این هم مثل بقیه اپلیکیشن هایی که نصب میکنیم گزینه دوم ران رو میزنیم و نصب میکنیم. موردی که همه مشکل داشتن از دوستان هم میگفتن کار نمیکنه این بوده که این تیک رو نمیزنن. دوستان اگه این تیک رو نزنید کار نمیکنه. حتما تیک رو بزنید. از پایتون تیکش رو بزنید. روی اینستال میزنیم و ثبت میکنیم تا مراحل نصب طی بشه. خب مراحل نصب انجام شد و پایتون هم نصب شد. روی فیلتر شکن خودمون کلیک میکنیم و ثبت میکنیم تا کانکت بشه. حتما هم از فیلتر شکن استفاده بکنیم. بعد پایین قسمت سرچ ویندوز، توی قسمت سرچ کلمه CMD رو سرچ میکنیم یا همون پنجره سیاه. خب توی CMD برای اینکه دسکتاپ رو بره وارد قسمت دسکتاپ بشه کد CD دسکتاپ رو میزنیم، وارد دسکتاپ میشه. حالا میخوام وارد پوشه تلگرام بشیم. وارد پوشه اسم پوشه رو کپی میکنیم، کلمه CD رو مینویسیم و نام پوشه رو بعدش پیست میکنیم و اینتر رو میزنیم. الان وارد اون پوشه مورد نظر ما شد. خب میریم قسمت ریکوست ببینیم چه چیزایی لازم داشت. چیزهایی که لازم داره رو قبل از کار باهاش نصب میکنیم. برای نصبش چیز خاصی نیست، فقط کلمه پیپ اینستال و کلمه اولیش رو کپی میکنیم، اینتر رو میزنیم. با هم انجام میدیم تا بدونید چجوری. پیپ اینستال
و اون کلمه رو پیست میکنیم. اینتر رو میزنیم، صبر میکنیم تا دانلود بشه و نصب بشه. خب اولیه با موفقیت انجام شد. مورد دوم دوباره همون رو مینویسیم، پیپ اینستال و مورد دوم اینتر رو میزنیم، صبر میکنیم. مورد دو هم نصب شد. مورد سوم هم طبق روال بالا انجام میدیم. یا موفق بود. مورد آخر رو کپی میکنیم و پیپ اینستال رو میزنیم. الان اون پیش نیازهایی که به ما گفته بود برای استفاده از نرم افزار لازمه نصب شد. اینجا دستور CLS رو بهش میدیم که بتونیم بریم ادامه مراحل رو انجام بدیم. توی این قدم دوستان باید خود ربات رو ران کنیم. هم از قسمت How to use میتونیم استفاده کنیم، هم از سایت مراحلی که خودش گفت. اینجا گفته که ریکوست هایی که لازم داره رو نصب بکن که ما این کار رو انجام دادیم. الان باید پایتون manager.py رو بنویسیم. خب این رو کپی میکنیم، وارد CMD خودمون میشیم، پیست میدیم، انتر رو میزنیم تا ربات برای ما اجرا بشه. وقتی ربات اجرا شد 5 تا گزینه داره، با همچین صفحه روبرو میشید. گزینه یکش اد نیو اکانت هست. گزینه سومش گزینه مختلفی داره. گزینه سومش لیست اکانت ها رو بهمون نشون میده. گزینه 4 دیلیت میکنه اکانت ها. گزینه 5 هم که خارج میشه. ما گزینه 1 رو میزنیم که یک اکانت جدید بهش. اینجا API ID رو میخواد که مراحل ساخت API ID و هش رو بهتون میگم. وارد قسمت سایت mytelegram.org میشید. وقتی وارد این سایت شد، این سایت کلا کارش چیه؟ کارش اینه که واسه ما API ID و هش ID درست بکنه واسه بات های تلگرامی. خب از این قسمت فون نامبرمون رو وارد میکنیم که اگه میتونید شما ترجیحاً با شماره مجازی وارد بشید. یه کد به تلگرام ما میفرسته که اون کد رو کپی میکنیم و داخل سایت پیست و این گزینه رو میزنیم و وارد سایت میشیم. 3 تا گزینه داره که با گزینه 2 و 3 ما کاری نداریم و همون گزینه API Development رو لازم داریم. واردش میشیم. اولی اپ تایتل هست و شورت نیم که یه اسمی رو برای خودتون انتخاب میکنید و اینجا وارد میکنید. توی قسمت شورت نیم باید از قسمت بالایی کوتاه‌تر باشه. URL هم یه URLی برای خودتون وارد میکنید که من حالا فرضاً یه چیزی رو وارد میکنم. این قسمت تیکه گزینه دسکتاپ رو میزنیم و از این قسمت روی ساخت اپلیکیشن کلیک میکنیم.
این سایت هم سایت خود تلگرام هست و هیچ گونه چیزی نداره. خب از قسمت بالا API ID و API هش رو به ما داد که ما API ID رو کپی میکنیم و اونو توی این قسمت وارد میکنیم. اینتر رو میزنیم. الان API هش رو از راه که ما باز دوباره داخل اون سایت API هش رو کپی میکنیم، وارد سایت میشیم، گزینه دومش رو کپی میکنیم و اینجا پیست. اینجا فون نامبر رو میخواد که همون شماره قبلیه رو که زدید اینجا وارد میکنید. اینجا بهمون میگه اکانت دیگه ای میخواید بسازید که شما اگه میخواید ممبر زیادی اضافه کنید دوباره اد مور اکانت رو باید بزنید که من اینجا نمیخوام ممبر زیادی اضافه کنم و نو رو میزنم. اینتر رو میزنیم، ثبت میکنیم تا لود بشه. شماره ای رو که قبلا وارد کردیم وارد میکنیم. اینتر رو میزنیم. یه کد به تلگرام ما ارسال کرد که ما باید اون کد رو کپی کنیم و کد رو اونجا پیست بدیم. خب موفق بود و لاگین کرد. الان میگه اینتر رو فشار بدیم که به منو برگردیم. اینتر رو میزنیم به منو. حالا میخوام ببینیم که درست اکانت اضافه شده یا نه. گزینه 3 رو میزنیم ببینیم که اکانت ما با موفقیت وارد ربات شده یا نه. 3 رو میزنم و اینتر رو میزنم. آره همینجوری که الان میبینید API ID و API هش و فون وارد شده و یه دونه اکانت ما اینجا داریم. اینتر رو میزنیم و اینجا گزینه 5 رو میزنیم تا ازش خارج بشیم. خب بریم ببینیم مرحله بعد چیه. مرحله بعد استخراج ممبر هست که میگه برای استخراج ممبر از این کد استفاده میکنیم. این رو کپی میکنیم این قسمت رو توی CMD وارد میکنیم و اینتر رو میزنیم. یه با کدوم اکانت ما چون یه دونه اکانت نداریم همون گزینه 0 رو میزنیم. خب توی این مرحله به ما میگه که اسم یک گروهی رو برام بنویس بدون ادساین. توجه کنید که ادساین نباید داشته باشه. از اون
کاناله یه اسمی رو، اسم یه گروه، اسم کانال نباشه، اسم گروه رو اینجا می نویسیم بدون ادساین و اینتر رو میزنیم تا اون بره ممبرهای اون گروه رو استخراج بکنه. میگه کل گزینه صفر میگه کل یوزرهاش، گزینه دوم اونایی که اکتیو بودن توی امروز و دیروز، گزینه سوم توی لاست ویک اون که ما اینجا میزنیم صفر که کل یوزرهای اون گروه رو برامون استخراج بکنه. اینجا از ما میپرسه که آیا ادمین های اون گروه هم استخراج بکنم و توی فایل CSV بریزم. شما میگید که آره انجام بده. گزینه yes رو میزنیم. چند لحظه صبر میکنیم. این گروهی که من الان اضافه کردم برای تست 3000 خورده ممبر داره که این الان شروع کرد و ممبرهاشو همونجور که الان میبینید داره استخراج میکنه. الان 401 ممبر استخراج. ثبت میکنیم تا 3000 تا ممبر رو برای ما استخراج کنیم. خب ممبرها رو از همون استخراج کرد. میریم داخل سایت ببینیم که مرحله بعد چیه. قبل از اون توی این پوشه ممبر رو باز میکنیم ببینیم درست استخراج شده یا نه. آره همون فایل ادمین که بهش گفته بودیم رو برامون آورده و فایل ممبرز که 267 کیلوبایت. از کارش رو درست انجام داده این ربات. مرحله بعد اد ممبر هست که برای اینکه ممبرها رو اضافه بکنیم گفته که این دستور رو تایپ کنید. شما میاد این دستور رو کپی میکنید و اینجا پس میدید و اینتر رو فشار. خب مرحله آخر این ربات میگه که اسم کانال رو، اسم گروه رو، توجه کنید که اسم گروه رو بدون ادساین وارد کن. که ما میایم اسم گروهی که میخوایم ممبر رو بهش اضافه کنیم اینجا بدون ادساین وارد میکنیم. اینتر رو میزنیم. خب اینجا میگه شما یه دونه اکانت دارید. ما همون یک رو میزنیم و اینجا اینتر رو میزنیم تا ادامه کار انجام بشه. خب دوستان موفق شدیم ممبرها رو به گروه خودمون منتقل کنیم و گزینه ادینگ آیدی طرف مقابل رو واسه ما نوشته و زیر اون اسلیپ 30 سکند رو نوشته که این ربات فوق العاده هوشمنده و بعد از هر ادینگی 30 ثانیه اسلیپ میکنه که به عنوان ربات شما رو نشناسه و بند نکنه اکانت شما رو.
و بعد از 30 ثانیه ممبر دوم رو اضافه میکنه. خب ممبر دوم اضافه شد، به چنل میریم ببینیم ممبرها اضافه شده یا نه. 6 تا ممبر داشته این چنل که آره رفرشی کردیم شد 11. اینجا ببینید شد 11 تا ممبر. همه ممبر هم ریل و واقعی و فعال است. ربات کار خودش رو داره انجام میده. هر 30 ثانیه یه بار یک ممبر رو به گروه شما اضافه کنه. اگه شما میخواید اکانتتون بند نشه از چندین شماره مجازی استفاده کنید. آره الان شد 15 ممبر. 15 ممبر و این همینجور داره به گروه ما اضافه میکنه. دوستان اگر این ربات بیاد همه اکانت ها رو پشت سر هم اضافه کنه اکانت شما بند میشه. و خوبی این ربات اینه که بعد از هر عد 30 ثانیه صبر میکنه تا به عنوان ربات تشخیص نده. دومین مورد این که شما میتونید به کانالی که دوست دارید مثلا موضوعتون هر چیزی هست به اون کانال مراجعه کنید و ممبرهای اونو بردارید. خب الان ممبرهای ما 15 تا بود الان شد 18 تا و ربات به درستی کار خودش رو داره انجام میده. Sometimes I'm selfish, get jealous. I feel a little helpless. My whole world has shifted again. You made a promise. من سرعت ویدیو رو بیشتر کردم که شما عزیزان بتونید ببینید نحوه کار کردن این ربات رو که میبینید با موفقیت این اکانت ها رو به گروه ما اضافه کرده. و این قسمت که با قرمز نشون داده اینا چی هستن؟ اینا اکانت های هستن که دعوت به گروه رو غیر فعال کردن و شما نمیتونید اینا رو به گروهی اد کنید. شما کاری به اونا نداشته باشید و همون بقیه رو بچسبید. خب دوستان کار ما با موفقیت انجام شد و تست ربات رو کامل دیدید و متوجه شدید که این ربات واقعیه و کار میکنه و میتونید ممبرهای تخصصی رو اضافه کنید. من از این به بعد ویدیو سرعتش رو زیاد میکنم و میذارم ربات کار بکنه که شما کامل متوجه نحوه کار کردن ربات بشید. اگر دوست داشتید که نحوه اضافه کردن فالوور توی اینستاگرام با استفاده از ربات اون رو هم آموزشش با پایتون گذاشته بشه توی کانال حتما لایک کنید و اگر به مشکلی برخوردید توی کامنت ها بنویسید. اگر بتونیم حتما راهنماییتون میکنیم. اگر آموزشی مد نظرتون بود که با زبان برنامه‌نویسی پایتون بود حتما اون رو توی کامنت ها بگید تا واسهتون گذاشته بشه.
شما دوستان میتونید با لایک ها و سابسکرایب و کامنت هاتون از ما حمایت بکنید و دلگرمی بشید برای ما برای ادامه این راه و گذاشتن آموزش های جدید. Take my eyes open to force reality. Why can't you just let me eat my weight in glee? I live inside my own world of make-believe. Kids screaming in their cradles, profanities. Some days I feel skinnier than all the other days. Sometimes I can't tell if my body belongs to me. I love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright.